سلام های گرم و صمیمانه ما رو بپذیرید. امیدوارم که همتون خوش و سر حال باشید. دیر وقت شبه، اگر کار کردید در روز خسته نباشید و امیدوارم که حوصله دیدن برنامه این هفته ما رو داشته باشید. من افسانه وحدت هستم و برنامه این هفته رو براتون اجرا میکنم. برنامه این هفته رو با معرفی نشریه شماره 99 کودکان مقدمند شروع میکنم و در آغاز دوست دارم که یک بار دیگه اظهار همدردی خیلی زیاد و صمیمانه با خانواده 3 کودکی که در آتش سوزی دبستان انقلاب اسلامی در شیناباد پیرانشهر جونشون رو از دست دادن نشون بدم و بهتون بگم که در خشم و غم شما شریک هستیم و این کودکان که اسمشون سیران یگانه، آمنه الهام اسماعیلی و ساریا رسولزاده بود با مبارزه خیلی زیاد با مرگ ظرف چند روز بالاخره خاموش شدن. توجه کردید که وقتی که یک جایی از بدن آدم میسوزه، دست آدم میسوزه، چقدر درد میکنه و چقدر سوزش ایجاد میکنه، اما یک کوچولو زخم کوچولو چقدر اذیت میکنه تا وقتی که خوب میشه. و این کودکان که اکثریت اونها با بیش از 40% سوختگی شبانه روز رو گذروندن و این ستایی که اینقدر با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم کردن تا اینکه بالاخره جونشون رو از دست دادن. این واقعه فراموش شدنی نیست، فراموش نخواهیم کرد. ما در یک جلسه اضطراری که دفتر مرکزی کودکان مقدمند داشت کمپین دفاع از قربانیان دبستان شیناباد رو اعلام کردیم. بهتون قول میدیم به پدر و مادران این کودکان که جونشون رو از دست دادن، کودکانی که به شدت آسیب دیدن، بهتون قول میدیم که این فاجعه فراموش نخواهد شد. ما کیفرخواست این کودکان، کیفرخواست شما، کیفرخواست تک تک کودکانی که به شدت بی حقوقند در رژیم جمهوری اسلامی رو به گوش جهانیان خواهیم رسوند. همین چند وقت پیش بود که یک دادگاه، تریبونال بزرگ در محل دادگاه لاهه علیه جنایات جمهوری اسلامی تشکیل شد که جمهوری اسلامی محکوم شد مسلماً در اون دادگاه و قول بهتون میدیم که با کمپین شیناباد که اعلام کودکان قربانیان آتش سوزی شیناباد حتما دادگاهی خیلی بزرگتر از اون علیه جنایات جمهوری اسلامی علیه کودکان خواهیم داشت و ما به کمک تک تک شما احتیاج داریم. همینطور که گفتم نشریه کودکان مقدماً به سردبیری سیامک بهاری شماره 99 منتشر شده. این نشریه اختصاص داره به آتش سوزی شیناباد و حاوی مطالب مهمیه، بحث و بررسی های مهم حول و حوش مدارس ایران که به قتلگاه تبدیل شدند و همینطور حول و حوش کلا دبستان در مدارس در ایران و همینطور ایمنی در مدارس مطالب مهمی وجود داره. میزگردی در همین رابطه ایمنی در مدارس هست که گفتگویی است با افسانه وحدت، کریم شاه محمدی و سیامک بهاری و همینطور کمبود 30% تجهیزات گرمایشی و سرمایشی در مدارس که تحقیق و پژوهشی است از شمس الدین امانتی. ناگفته های دلخراش دانش آموزان شینابادی که از زبان خودشون میتونید بخونید. پاسخ مؤسسه تولیدی ارج به وزیر آموزش و پرورش که رحمانی مسئول خدمات این شرکت میگه که سالهاست بخاری ارج ساخته نمیشه ولی همچنان در مدارس جمهوری اسلامی ازش استفاده میشه. زندگی کودکان در افغانستان پژوهشی است از نصیر مهرین که با پیشینه افغانستانی، ایشون پژوهشگر هستند و نویسنده که این مطلب رو برای کودکان مقدماً فرستادند و مطالب بعدی ایشون هم در شماره های آینده درج خواهد شد. گزارش کوتاهی داریم از میتینگ علیه ختنه در برلین که حتما برنامه‌ای در این مورد خواهیم داشت. خشونت و شکنجه در مدارس ایران از تهمینه تارا مقدم و
اینجا بچه ها مواد را بهتر از مداد میشناسند، مطلبی است از سلامت نیوز، و همینطور مطالبی از ودا ایلکا، نوا آزادی و یاشار سهندی که در مورد جشنواره نانآوران نوشته. ازتون میخوام که نشریه رو حتما پیاده کنید. اگر امکانش رو دارید حتما تکثیر کنید، در اختیار دوستان و آشنایانتون قرار بدید. مطالب این نشریه مهم است برای شما که فعال حقوق کودک هستید. توصیه میکنم که حتما این نشریه رو مطالعه کنید. با هم به دلیل اهمیتی که مدارس که واقعا به قتلگاه کودکان تبدیل شده، هنوز چیزی از بازگشایی مدارس نگذشته، با این همه حوادث مواجه هستیم. اول که اتوبوس راهیان نور که اون هم قتلگاهی است برای کودکان، هر ساله حوادث مرگباری داشته و تمام حوادثی که آتش سوزی‌هایی که در مدارس رخ داده و قربانیانی که از کودکان گرفته. به هر حال با هم به رپورتاژی که از دبستانی در روستای سیاهبید در 5 کیلومتری کرمانشاه تهیه شده نگاه می‌کنیم. این گزارش اهمیت زیادی داره. بعد از آتش سوزی مدرسه شیناباد، والدین کودکان در این مدرسه به شدت نگران وضعیت بچه‌هاشون هستن. خبرنگاری که از این مدرسه دیدن کرده میگه که در حیاط این مدرسه وقتی که وارد شدیم داشتن بخاریش رو تعمیر میکردند و عکس بعدی رو اگه نگاه کنید، وقتی وارد راهروی این مدرسه شده خبرنگار، در اونجا یک تانکر 2000 لیتر نفت در اون هست، در راهروی کوچک مدرسه که چکه میکرده و زیرش یک ظرف گذاشته بودن دیده شده. و وقتی که خبرنگار وارد کلاس میشه و داشته از بخاری چکه‌ای که در این کلاس وجود داره عکس میگرفته، که شخصی به اسم محمد باقری که خودش رو معاون آموزشی مجتمع آموزشی شهدای رحیم آباد معرفی کرده، که ظاهراً این یک بخشیه که مدارس اون منطقه رو زیر نظر داره، که میاد گلاویز میشه با خبرنگار و میخواد دوربینش رو بگیره. میگه که ممنوعه که در مدارس ایران از بخاری های چکه‌ای عکس بگیرید. خلاصه بدونید که از بخاری عکس گرفتن هم ممنوعه، چون جمهوری اسلامی میدونه که آبروش هرچی بیشتر داره میره. قضیه شیناباد واقعا مثل بمب ترکید، نه تنها در ایران بلکه در دنیا، و خشم تعداد زیادی از مردم رو برانگیخته و این جواب باید گرفته بشه. و بی‌مسئولیتی های به اصطلاح مسئولین آموزش و پرورش و همینجور شخصی که در این مدرسه اطلاعاتی که در این مدرسه هست، معلوم نیست ایشون مسئول چه کاریه. مسئول اینه که اونجا بشینه و تنبیه کنه خبرنگارانی که میان و میخوان رپورتاج تهیه کنن، برای اینکه وقتی که خبرنگار از همین شخص میپرسه که خب مدت هاست که در این مدرسه در این شهر لوله کشی گاز وجود داره، چرا از شوفاژ و یک متد مدرنتری در این مدرسه برای سیستم گرمایشی استفاده نمیشه؟ ایشون میگه که 10 میلیون خرج داره که اگر بخوان شوفاژ خانه درست کنن برای این مدرسه، و چون مردم اون دهکده حاضر به پرداخت این 10 میلیون نیستند، ما هم نمیتونیم کاری بکنیم. مسلماً بودجه آموزش و پرورش صرف چطور میتونن 20,000 تا مدرسه قرآن درست کنن در ایران؟ چطور میتونن 10,000 نمازخانه بسازن؟ چطور میتونن میلیون ها صرف پروژه ترویج صلوات بکنن و همینطور پروژه های مختلفشون مثل طرح شجره طیبه صالحین و همینطور پروژه مرگبار راهیان نور که نه تنها آموزشی نیست بلکه اثرات فوق‌العاده خطرناکی به روی ذهن کودکان داره و در برنامه‌های قبل ما در این مورد بحث مفصلی داشتیم.
همینطور که میبینید این مدرسه پدر و مادران بچه ها به شدت نگران این هستن بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن. ایشون هیچ مسئولیتی نداره، این کسی که مسئول معاون کل اون منطقه است هیچ مسئولیتی نداره. مردمن که باید پول بدن، مردمن که باید مدرسه بسازن. معلوم نیست که وزارت آموزش و پرورش برای چیه. آیا برای اینه که فقط سرکوب بکنه؟ آیا همینطور که گفتم پروژه هایی بسازه که برای امور اعتقادی و ایدئولوژیکی خود حکومت، یا اینکه برای امنیت و آسایش کودکان؟ باید بهتون عکسای دیگه نشون میده که وضعیت مدارس در ایران چطوره و سیستم گرمایشیش به چه شکله. هر لحظه ممکنه همین بخاری ها آتیش بگیره، هر لحظه ممکنه که اون تانکرهای 2000 لیتری نفت آتیش بگیره. این خبرنگار میگه بعد از این صحبت‌هایی که در این مدرسه کردیم همراه با آقای رنجبر راهی روستای سیاهبید سفلا و مدرسه آن شدیم. اونجا نیز مدرسه کوچکی بود همانند سیاهبید بالا با همون بخاری‌های نفتی چکه‌ایش و تانکرهای نفتی بدتر از مدرسه بالا، به گونه‌ای که در ورودی یک کلاس بسیار کوچک 2 تانکر 2000 لیتری نفت قرار داشت و بخاری که فاصلهش با این تانکرها کمتر از 2 متر بود. به این شکل جمهوری اسلامی مدارس ایران رو به قتلگاه کودکان تبدیل کرده. فکر میکنید که این مدارس وضعشون خیلی بد بود، بدتر از این وجود نداره؟ پس با هم یه فیلم کلیپ ببینیم و ببینیم که بدتر از این هم در ایران، در جمهوری اسلامی وجود داره. با هم فیلم کلیپ رو تماشا میکنیم. واژه‌هایی که این کودکان به خوبی آن را درک کردند. با گذر از کوهستان‌های سخت گذر و برفگیر شمال خوزستان چیزندان نمایان شد و شاید چیزندان یا در زندان با مسماترین واژه برای دانش آموزان این روستا باشد، آنها که برای یادگیری آب بابا مرزی نمی‌شناسند. آفرین مواظب باشید. چند ساعت نگرین تارستون مدرسه؟ چند ساعت نگرین؟ برای رسیدن به مدرسه همراه آنها شدم. باورم نمی شدیم. امیدوارم که در بخش فنی بتونن این فیلم رو برامون نشون بدن. بله، همونطور که گفتم هر لحظه ممکنه که در مدارس متعددی این آتش سوزی های مختلفی صورت بگیره و کودکان بیشتری قربانی بشن. هر روز که از حیات جمهوری اسلامی میگذره برای کودکان ما خطرناکه. بله، مثل این که فیلم آماده است. کلاس چندمی؟ دوام. نترسید اینجوری عوادی؟ چرا ترسید؟ چهارم دی دست نخونم. دی چه؟ رامو دیر بی ای وقت من میاوا به ضربت می جهر ببین دستامو چون خمی جهر می جلو با ماوی. یه کمکی کنی به بچه هر؟ بله. مجبورم درس بخوانم و ما دستام زخمی میشه، مجبورم برم مدرسه بیام. جره یعنی رد میشه اینجوری شدی؟ و پدر بزرگ می گفت اما آنها با همه مشکلات باید درس بخوانند. خواهر روزگار رایی که درس هم نخونه هوشی هم ندونی سوال بس کنی هیچ خبری نیست. آب اولین و آخرین واژه‌ای بود که کودکانی چون اسماعیل، مریم و سهراب در آن آرام گرفتند و آب خروشان هنوز در کمین مریم و سهراب هاست. بله،
اولا اینکه تقدیر میکنم از کسانی که این رپورتاژ ها رو تهیه میکنند و در اختیار مردم قرار میدن. ازتون میخوام هر کدومتون که صدای منو میشنوید و میتونید، امکانش رو دارید، که مدارس برید، مدارسی که وضعیتشون به این شکل، رپورتاژ تهیه کنید تا هرچی بیشتر چهره این حکومت برای مردم مشخص بشه، برای جهانیان مشخص بشه. همینطور که دیدید این کودکان به چه شکل از این از مرگ عبور میکنند هر روز و خیلی در وضعیت بدیه. فکرشو بکنید اگر بچه وضعیت بدنی مناسب نباشه، یه روز مریض بوده، خوب نخوابیده باشه و نتونه به سفت و محکم دستش رو نگه داره، مطمئنا میفته تو اون دره و متلاشی میشه. و اون پدر و مادری که هر روز این بچه رو میفرستن و نمیدونن چجوری برمیگرده به خونه و همینطور که شنیدین پدر بزرگ گفت اگر به مدرسه هم نفرستیم اینا رو آینده ای نخواهند داشت. وزیر آموزش و پرورش هیچ مسئولیتی به عهده نمیگیره. هیچ گونه از ارگان‌های دولتی مسئولیتی به عهده نمیگیرن. معلوم نیست وزارت آموزش و پرورش برای چی وجود داره. معلوم نیست اگر قراره که مردم با سفره خالی و با وجودی که خیلی براشون مشکله که حتی کتاب و دفتر بچه ها رو تهیه کنن، باید پول گرمایشی مدرسه هم بدن، باید پول ساختمان مدرسه رو بدن، معلوم نیست این دولت و دفتر و دستکش برای چیه؟ فقط برای اینکه پول بچاپن و بالا بکشن. همینطور که میشنوید به طور مرتب دارن همدیگر رو افشا میکنن که کی بیشتر از کی پول دزدیده و همینطور پولهای کلانی که در اختیار رژیم سوریه قرار داده میشه تا در اونجا مردم رو قتل عام کنند، کودکان رو بکشند و همینطور در اختیار تمامی نیروهای تروریست های اسلامی در منطقه قرار گرفته میشه و جیب‌های خودشون که هر روز داره بیشتر باد میکنه. لیست دزدی هاشون به روی سایت های مختلف از CNN و خبرگزاری های مهم وجود داره تا سایت های کوچک و بزرگ و این پول این کودکانه که داره میره. همینطور که گفتم هر روز که از حیات جمهوری اسلامی بگذره تعداد بیشتری از بچه ها قربانی میشن و ما نمیخوایم که اینطوری اتفاق بیفته. باید متشکل بشیم، باید اعتراض کنیم و باید این وضع رو تغییر بدیم. متاسفانه وقت برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. ازتون میخوام که با ما تماس بگیرید، با کمپین کودکان شیناباد همکاری کنید تا با هم تریبونال بزرگتری علیه جنایات جمهوری اسلامی علیه کودکان در لاهه و یا در جای دیگه در دنیا تشکیل بدیم. برای همتون شب و روز خوشی رو تا برنامه آینده آرزو میکنم.